میخوای دعاهات حتما مستجاب بشه؟ میخوای وقتی دستاتو بالا میبری و با خدا حرف میزنی جوابشو بگیری؟ روایات میگن اگه خدا رو با اسم اعظمش صدا بزنی هیچ دعایی رد نمیشه. اما صبر کن، اسم اعظم خداوند دقیقاً چیه؟ یه کلمه مخفی و رازآلوده یا حقیقتی بزرگتر از یک واژه ساده؟ و مهمتر از همه چطور میشه بهش رسید؟ با من تا آخر این ویدیو باش، چون الان قراره یکی از بزرگترین و مخفی‌ترین اسرار عالم هستی رو برات بگم. حقیقت اسم اعظم چیست؟ برخی از علما معتقدند که اسم اعظم یک واژه خاصه، ترکیبی از یک حروف و کلماتی که اگه با تلفظ درست و در شرایط خاص خونده بشه میتونه حوادث رو دگرگون کنه. اما بسیاری از عارفان و حکیمان اسلامی باور دارند که اسم اعظم اصلا یک کلمه نیست، بلکه حقیقت معنویه و مقامی از قرب الهی. هر کسی به اندازه پاکی قلبش و نزدیکیش به خدا بهره از اسم اعظم میبره. پس دونستن این اسم فقط زبان نیست، بلکه روح و جان انسان ظرفیتش رو باید داشته باشه. پیامبران بزرگی مثل حضرت سلیمان علیه السلام با بخشی از این اسم بر باد و جن مسلط شدن. حضرت عیسی علیه السلام هم با بخشی از اون بیماران رو شفا میداد و مرده ها رو زنده میکرد. حالا سوال مهم اینجاست که ما چی؟ ما هم میتونیم بهش برسیم؟ بله، ولی نه با دونستن یک کلمه جادویی، بلکه با پاک کردن دل و رسیدن به تقوا. حتی دعاهایی مثل جوشن کبیر و بسم الله الرحمن الرحیم بخشی از این اسم اعظم رو تو خودشون دارن. پس شاید اسم اعظم فقط یک کلمه نباشه، شاید خود پاکی دل اسم اعظم. داستان حضرت سلیمان علیه السلام و اسم اعظم. حضرت سلیمان علیه السلام پیامبری بود که خداوند او را به عنوان پادشاهی دانا و حکیم برگزیده بود و قدرت‌های خارق‌العاده‌ای به او عطا کرد. قرآن در سوره نمل و سبا اشاره می‌کند که سلیمان علیه السلام بر باد، جن، حیوانات و حتی پرندگان تسلط داشت. اما این قدرت عجیب از کجا آورده بود؟ در روایت آمده که حضرت سلیمان به بخشی از اسم اعظم دسترسی داشت. او تمام 73 حرف از اسم اعظم رو نمیدونست، اما همون چند حرفی هم که میدونست کافی بود که چنین قدرتی پیدا کنه. به روایت امام صادق علیه السلام، خداوند به برخی از پیامبران به اندازه نیازشان از اسم اعظم عطا می‌کرد. حضرت سلیمان علیه السلام تنها بخشی از حروف اسم اعظم را می‌دانست و با همون توانست بادها را تسخیر کند و بر جنها فرمانروایی داشته باشد. آیت الله بهجت رحمت الله و بسیاری از علمای بزرگ اسلامی تأکید داشتند که درک و استفاده از اسم اعظم خداوند تنها محدود به افراد خاص یا متعالی نیست، بلکه هر فردی که در مسیر تقوا، عبادت و پاکسازی دل گام برداره میتونه به درجاتی از شناخت خداوند و اسم اعظم برسه. آیا اسم اعظم خداوند روی انگشتر حضرت سلیمان بود؟ بله، در بسیار از روایات و گفته‌های علمای اسلامی و یهودی آمده است که قدرت واقعی انگشتر حضرت سلیمان علیه السلام از اسم اعظم خداوند سرچشمه می‌گرفت و این اسم یا به صورت کامل و یا به شکل حروف و نشانه‌های از آن روی انگشتر حک شده بود. روی انگشتر یک ستاره 6 بر حک شده بود که به این ستاره خاتم سلیمان گفته می‌شد. این ستاره از 2 مثلث مساوی ساخته شده، یک مثلث رو به بالا و یک مثلث رو به پایین. دعای سریع الاجابه آیت الله بهجت. این دعا در یکی از صفحات قرآن شخصی ایشان نوشته شده بود. هر کس در بین الطلوعین، یعنی 5 دقیقه قبل از اذان صبح تا 5 دقیقه بعد از اذان صبح این ذکر رو بگه، هر حاجتی داشته باشه برآورده میشه. این ذکر به این شکله: صلوات 14 مرتبه، یا مولا یا صاحب الزمان ادرکنی 40 بار و دوباره صلوات 14 مرتبه.
روش آیت الله قاضی طباطبایی در گرفتن حاجات از طریق اسماء الحسنا. ایشان به شاگردانش می‌فرمود اگر حاجتی دارید 40 شب قبل از اذان صبح 2 رکعت نماز حاجت بخوانید و 400 مرتبه بگویید یا الله یا الله یا الله یا الله. سپس به سجده بروید و با زبان ساده و قلب شکسته حاجتتان را بخواهید. روش سید بحرالعلوم. سید بحرالعلوم در کتابهایش اشاره می کنند که برای وصول به مقامات و حاجات نماز جعفر طیار و ذکر یا الله با حضور قلب خوانده شود. ایشان گاهی 40 شب در سحرگاهان به ذکر یا حی و یا قیوم و نماز شب می پرداختند تا حاجت خود را بگیرند. دعای جوشن کبیر. دعای جوشن کبیر دعایی نقل شده از پیامبر اکرم صلی الله در 100 بند حاوی 1001 نام و صفات خداوند است. در این دعا بیشتر نام‌های خدا و تعبیرات دیگر از قرآن گرفته شده. این دعا را جبرائیل برای آن حضرت در یکی از جنگ‌ها فرود آورد. در حالی که زره سنگینی بر تن آن حضرت بود، به گونه‌ای که سنگینی آن بدن مبارک آن حضرت را به درد آورده بود. جبرائیل عرضه داشت: یا محمد، پروردگارت به تو سلام میرساند و میفرماید این جوشن را از تن خود بیرون کن و این دعا را بخوان که برای تو و امتت موجب ایمنی است. این دعا 100 بند دارد و در هر بند حاوی 10 اسم از اسمهای خداست، به جز بند 55 که 11 اسم خداوند در آن آمده است. بنا به روایت هر کس این دعا را هنگام خروج از خانه بخواند، خدا او را حفظ می کند و ثواب بسیاری به او می دهد و هر کس آن را بر کفنش بنویسد از عذاب قبر ایمن می گردد و هر کس آن را اول ماه رمضان بخواند، خدا به او درک فضیلت شب قدر را روزی می دهد. حالا من میخوام براتون یه ختم راحت برای افرادی که نمیتونن کامل دعای جوشن کبیر رو هر روز بخونن بگم. به این صورت که هر روز 10 بار ذکر یا حی و یا قیوم و 11 بار ذکر ذوالجلال و الاکرام رو میخونید و بعد دستتون رو به آسمون بلند کنید و از ته دل حاجتتون از خدا بخواید. در پایان براتون میخوام لیستی از آیات قرآن رو که به گفته اهل بیت و علما اسم اعظم الهی رو در خودشون دارن معرفی کنم که خوندن این آیه ها برای گرفتن حاجتاتون خیلی موثره. سوره بقره آیه 255 آیت الکرسی الله لا اله الا هو الحی القیوم. در بسیاری از روایت ذکر یا حی و یا قیوم رو از اسماء اعظم میدونن. پیامبر صلی الله فرمود آیت الکرسی سرور آیات قرآن و در آن اسم اعظم است. ابتدای سوره آل عمران الله لا اله الا هو الحی القیوم عین عبارت آیت الکرسیه و در روایت اومده در این دعایه نیز اسم اعظم وجود داره. یادت باشه اسم اعظم فقط یه ذکر نیست، یه ارتباط قلبی با خالق بی‌نیاز. امیدوارم با تکرار این اسمها گره‌های زندگیتون باز بشه و آرامش واقعی رو حس کنین. یا حی و یا قیوم به رحمتک استغیث. یا حی و یا قیوم به رحمتک استغیث. یا حی و یا قیوم به رحمتک استغیث. اگه این ویدیو براتون مفید بود لایک کنید و حتما تو کامنت ها برام بنویسید شما با کدوم ذکر یا آیه حس نزدیکی بیشتری با خدا داشتین.